فکر میکنم بیشترین دلیلش هم سوای اون ماجرا که واقعا میتونه کمک کننده باشه ترس از دست دادن شغله. اینو من به شدت حس میکنم و هر چی بیشتر میبینم که اساتیدی مثلا میگن نه این فقط یه ابزاره و قراره کمکمون کنه، بیشتر آدم میترسه، چون طبیعتا حقیقت از نظر من اینه که هوش مصنوعی میتونه جایگاه انسان رو بگیره تو هر زمینه‌ای، چون مغز انسان یه چیز طبیعیه که تکامل پیدا کرده به هر حال، ولی یه کامپیوتر همیشه میتونسته حساب کتابا رو خیلی سریعتر و دقیق‌تر از ما انجام بده، فقط با یه راهی پیدا می‌کرد که خودش فکر کنه که الان این راه ما در اختیارش خیلی راحت قرار گذاشتیم. نمیدونم. من فکر می‌کنم که البته واقعا من متخصص نیستم خیلی تو این زمینه، واسه حالا طراحی کردن و مواجه شدن با این ارساس که دارم در موردش حرف میزنم و طبیعتاً خیلی بیراه گفتم اگر بگم که ترسی مبنی بر این نداره که واقعاً در آینده آیا واقعاً چقدر ممکنه این جای منو میگیره نمیگیره، مثلا چیکار میتونه اینا رو متوجهش هستم، اصلا نمیخوام ازش فرار کنم یا مثلا یه فرار رو جلوه دیگه، مثلا تو هی میگی که نه من که اینجوری هم، من اگر اینجوری باشم که نه جای من کسی نمیگیره فلان اینا و میری جلو و با من میگی که آره شاید بگیره، اصلا کسی از من که نمیتونه پیش بینی دقیقی بکنه مگر اینکه کسی که خودش نشسته اون بالا و داره فرمون میده به سیاست کلی استراتژی ماجرا. ببین به نظر من کل این قصه هوش مصنوعی تا زمانی که از جنس ابزاره خطرناک نیست. زمانی خطرناک میشه که از جنس عملگرا بشه دیگه. یعنی حالا یه روزی هست مثلا ما یک چکش داریم، این ابزاره. من قبلا با مثلا ته لیوان مثلا ممکن بوده بزنم میخوام تو دیوار آجر برمی داشتم میزدم، یه چیزی رو این چکش کار رو خیلی راحت کرد. ولی این موقعی هست زمانی که ما یک چکشی رو میسازیم که خودش میفهمه کجا باید بره میخ بزنه، خودش پا میشه میره میخوام میزنه. بعد اونجا من اگر تخصصم اینه که چکش دستم بگیرم خب باید نگران شم دیگه. مثل تمام رباتایی که توی این کارخونه‌های تولید ماشین و اینها حالا دارن کار میکنن دیگه، این بازویی میاد اینجوری نقطه دقیق جوشش رو میزنه، رنگو میریزه، تمام کاری که تو دستگاه CNC و فلان یه دونه نقشه میگیره صرف تا صد کاربرش داره خم میزنه خودش نقشه رو اجرا میکنه. ببین ما گریزی به صورت کلی نداریم از اینکه مشاغل عام به معنای عام بودنشون اینها تحت تاثیر رباتیک شدن و ماشینیزه شدن تکنولوژی قرار میگیره دیگه. هر روزی که تکنولوژی داره میره جلو از دیرباز اینجوری بوده دیگه. یک زمانی مثلا کارخونه‌های خودروسازی بودن، یک زمانی مثلا چه می‌دونم حتی این شیشه پاک‌کن‌ها و اینها مثلا یه دوره‌ای مثلا یک شغل خطرناک و پولساز این بود که تو از چیز آویزون شیر آپل کنی مثلا ساختمان‌های مثلا شیشه‌هاشو تمیز کنی. الان دستگاه اومده از دو طرف مگنتی میچسبه و هم دیگه تمام شیشه‌ها چیز. آره ما همواره اصلا یه چیزی نیستش الان چون سیر این ماجرا یهو داره پر ما طراحا رو هم میگیره و یه گوشه‌ای داره یه لگدی هم به ما میزنه، یکم بحثش ترند شده برامون و نگرانیش پیش اومده، وگرنه بشریت از قدیم و دیرباز داره با این ماجرا دسترنجی نمی‌کنه. مثلا این هفته تو باشگاه تهرانی که بچه‌ها بود اون موقعی که دوربین عکاسی داشت میومد همه فکر می‌کردن نقاشی از بین میره و یک حرف جالبی هم آقای عسکری زد، گفت اون زمانی که همه لوگوها توسط هوش مصنوعی داره اجرا میشه طبیعتاً خب دسترنج انسان قیمت بیشتری پیدا میکنه مثل کار یونیک قدیمی که من خودم یه آدم تقریبا میتونم بگم عتیقه بازیم، اصلا دلم میخواد موزیک رو داخل اون صفحه گرام قدیمی که همون موقع آهنگ تولید شده گوش بدم. خیلی به نظرم حس بهتری میده به آدم اونجوری اگه بخواد بشنوه کنه. ولی خب چیکار میشه کرد به نظر شما؟ اصلا کاری باید کرد؟ خب اگه یکی همه زندگیشو گذاشته باشه روی گرافیک و مهارت دیگه هم بلد نباشه فرض بر این بگیریم، حالا همه آدم‌ها
یا یک شغلی پیدا میکنن یا یک شغلی براشون پیدا میکنن، یعنی در هر صورت به یک کاری مشغول میشن. ولی یکی واقعا دوست داشته باشه گرافیک رو ادامه بده و این داستان رباتی شدن بخواد بیاد جاشو بگیره، چجوری میتونه مبارزه کنه؟ آره ببین هم مثلا که خودت زدی، یعنی که مگر الان علاقه‌مندان به نقاشی، چون یکی از کارهای واقعا پرقدرت و پرفورمنس بالایی که هوش مصنوعی داره انجام میده تولید نقاشی با سبک‌های مختلف دیگه. یعنی اینقدری که در زمینه نقاشی ترین شده هوش مصنوعی، مثلا در زمینه تولید پترن و هویت بصری و اینا هنوز ترین نشده. اولش اصلا که چت جی پی تی اومد تنها چیز بصری که کار کردن اول نقاشی بوده. آره. بخاطر اینکه احتمالاً خیلی ترین شدنش تو این زمینه آسان‌تره دیگه. ما به حجم زیادی نقاشی در طول تاریخ داریم که اینها رو میشه بهش بدی و این راحت سبک‌هاش شناسایی کنه. عرضم به حضورت که این همونطور که همچنان علاقه‌مندان به نقاشی من جمله خود من مثلا در تمام این سال‌های اخیر همچنان این تب رفتن به کلاس‌های نقاشی وجود داره و میرن آدم‌ها با اشتیاق یاد میگیرن و تابلوهاشون رو با قیمت بسیار بالا میفروشن و اینکه اساساً ما اینجا یکی از بچه‌ها بود که چیز درست میکرد، جاسویچی و اینها روی سنگ میزد و اینها. من یه روز داشتم بهش میگفتم که ببین تو این چیزی که داری با دست درست میکنی مدل ماشینیش هم هست دیگه، خیلی راحت سنگ میره توی قالب تراش میخوره، خیلی اتفاقا زوایای خیلی تمیزتری هم به دست میاره و اون هنجاری هایی که داره روش میشه خیلی دقیق تر و زیباتر و خیلی جذابتره عملا. ولی وقتی من دستم میگیرمش اون حس جذاب رو من نمیده. چرا؟ چون احساس میکنم که روح نداره، این یه تیکه سنگی بوده که مثلا رفت. و برای من همیشه جذابیت توی این بوده که مقداری از عمر یک هنرمند رو تو دستم داشته باشم. یعنی من میگم برای این تیکه سنگ و هنجاری کردنش این هنرمند نشسته با دستهای ظریف و توانمند خودش 2 روز از عمرش رو به این اختصاص داده و من وقتی که اینو دستم میگیرم 2 روز از عمر یک هنرمند رو دستم میگیرم، نه یک تکی سنگ، نه یک قطعه سنگی که شاید یک طرح حالا خیلی هنرمندانه‌ای هم شاید مثلا عجیب غریبی شاید روش نباشه. من همون طرح جذابی که روش هست، همون طرح ساده و مینیمالی که روش هست 2 روز از عمر یک هنرمند. من چجوری میتونم قیمت بذارم روی 2 روز از عمر یک آدم؟ یک آدم معمولی حتی اصلا من نمیخوام ارزش گذاری کنم که این که داره هنرمند عمرش گرانبهاتره اینا. هر کسی که داره زیست میکنه من چجوری میتونم روی 2 روز از عمرش قیمت بذارم؟ نمیشه واقعا. و اینه که ارزشمندش میکنه اینو. طبیعتاً حالا یک قیاس کردن کار ما با این فضای هنری و اینا اساساً میتونه کار اشتباهی باشه، چون محل بیزینس در واقع نیستن اصالتاً فضای هنری. حتی اگه یک روزی هیچ نقاشی نفروشه باز هم علاقه‌مندانی وجود دارن که نقاشی کنن، چون برای دل خودشون دارن نقاشی میکنن. ولی کار ما حالا چون یک مقداری گره به بیزینس و اینا هم میخوره، طبیعتاً این از این جنس دغدغه‌ها هم توش پررنگ‌تر میشه دیگه. وای نکنه بی‌پول بشن، وای نکنه. و شدیم مثل آواره‌های پناهنده به کشورهای مختلف که هر جایی فرار میکنیم به یک کشور مقصدی میریم دوباره دشمن میاد و اون کشور رو هم غصب میکنه و تو دوباره فرار میکنی به یک کشور دیگه و دوباره اون غصبش میکنه و فرار میکنی به یک کشور دیگه. در مهارت آموزی شدیم شبیه یک همچین چیزی. داریم یه مهارتی رو کسب میکنیم، ماشین میاد جاشو میگیره، میریم سراغ مهارت بعدی، میگیم دیگه اینو دیگه کسی نمیتونه از من بگیره. چه من میری آشپزی یاد میگیری اصلا و فردا میبینی یه ماشینی اومده که خیلی دقیق با یک طعم مثلا دلخواهی که بهش دادن دقیقاً سر اون تایم ها و متریال ها رو اضافه میکنه. اگه لازمه هم بزنه هم میزنه، اگه لازمه دم ها رو به موقعش کم و زیاد کنه. ولی بازم احساس میکنم آدم دوست داره دستپخت مادرش رو بخوره، دستپخت یه ربات. طبیعیه واقعا.
با همه نقص‌هاش هم اتفاقا دوست داری ها. من اصلا نمیخوام از این فرار کنم که ما نقص دوست داریم به عنوان انسان. من خودم به شخصه اگه یه انسانی در کنارم باشه که خیلی کامل باشه از اون نمیتونم، میگم که نمیشه اصلا. خب اگه زندگی قرار کامل باشه بس چه چالشی وجود داره که آدم بخواد انجام بده؟ اصلا این چالشی مغز ما اینجوری طراحی شده دیگه. حالا امروز به خاطر زندگی شهری چالشامون ترافیک و کی برسم و سر کار برم و قسط پرداخت کنم، قدیم شکار نشم و میخوام مثلا تو جنگل بخوام شب پناهگاه داشته باشم سرد میشه آتیش بریم تو غار و اینا بوده، ولی همیشه یک دغدغه‌ای بوده. اگه قرار باشه همیشه کامل باشه که نمیشه به نظر اصلا دقت کردی آدم‌های پرفکت بورینگن. آره حوصله سربرم، خیلی حوصله. من خودم حوصله‌ام سر میره وقتی کنار یک آدمی که خیلی بی‌نقصه، خیلی کامله وقتی برام میگم و صحبت کردن باهاش برام یه جورایی، یعنی همیشه دوست دارم از شکست‌های آدم‌ها بدونم، همیشه دوست دارم از تجربه‌های دهنشون سرویس شده چه جوری چی کار کردن که مثلا زمین خوردنشون چه شکلی بوده و این داستان اساسا برای ما جذابه. چون احساس می‌کنیم آدم‌های خیلی کامل یک حاله قدسی دورشونه مثلا که نباید نزدیکشون شد یا مثلا باید ازشون فاصله گرفت. این که اصلا یک منصب الهی داره، مثلا چون مثلا میگن جف بیزوس، مثلا نمیدونم ایلان ماسک، اینها. خب ما که اون نمیتونیم بشیم، ما همین بیزینس خودمون رو بعد وقتی از شکستای مثلا اونها آدما میشنون میتونه براش جذاب میشه، اون قداست اون برات میریزه در هم میریزه دوم اینکه و جذابه دیگه، اساسا نقصا جذابن و خیلی هم میشه مثال در این رابطه زد دیگه. بس اساسا این داستانی که الان شما فرمودید راجع به من فکر میکنم اصلا یه روزایی آدم‌ها سبک مثلا کیوبیسم رو حتی به خاطر نقص‌ها یا مثلا عجیب غریب بودن‌ها یا غیر عادت بودن‌هاش دوست داشتن و پذیرفتنش. یعنی تو وقتی که نگاه میکنی یه آدمی رو مثلا پیکاسو کشیده که دماغش اینجاست، مثلا چشش اینجاست، دهنش اینجاست، این به عنوان یک موجود مثلا یه موجود واقعی اون شکلی رو ما تو خیابون ببینیم، حتی مثلا سعی می‌کنیم تنمون به تنشون نخوره، از یه ور دیگه در بشیم که یه وقت واگیری چیزی نداشته باشه، این چشش اینجاست مثلا. ولی وقتی تو نقاشی می‌بینیمش اصلا حس می‌کنیم که این چقدر میتونه جذاب باشه. حالا اینو اضافه بکنم که منظورم این نیست که بیایم پس کارهای ناقص به درد نخور بکنیم، کما اینکه مامانمون هم تلاش میکنه که همون املتی که جلومون بذاره خوشمزه باشه، ولی اگر یک املت خوشمزه تری وجود داره ولی این املت مامانه همیشه اینه که اینجوری یک ارزش افزوده معنوی داره بهش اضافه میکنه. آره کار دست و کاری که از ذهن یک انسان و یک انسانی که ای بسا ممکنه برای آدم عزیز هم باشه، این همیشه ارزش معنوی داره بیشتر. احساس میکنم این چیزی که شما فرمودید راجع به اون دو روزی از زندگی یک هنرمند که پای اون چیز میذاره ارزشش بیشتر از ما مسیر رو دوست داریم تا خود پروداکت نهایی. آفرین. آره. یعنی من وقتی میرم به یه لوگو دیزاینر مثلا یه چیزی میدم، خودم تو پرزنتم سعی میکنم اینو رعایت کنم که نشون بدم که من از این مسیر به این موضوع رسیدم. آره اصلا روند حرکت ماشینی هوش مصنوعی به سمت پرفکشنیسم دیگه. یعنی مثلا تو بهش میگه من کسب کنم اینه، اینجوریه، این کارو میخوام، اینو میخوام، اینجوری میخوام و اون مثلا حالا الان که خیلی اوته توی کار هنر. آره داریم در مورد روزی صحبت میکنیم که تو این کارها هم مستر شده و داره کار خوب انجام میده، چون الان که اولا نسبتاً فاجعه داره کار میکنه. همین الانش هم به نسبت خیلی از مبتدی‌ها البته که داره بهتر کار میکنه، ولی خب اگر کارتو بلد باشی حتما از هوش مصنوعی میتونی همین الان بهتر کار انجام بدی. آینده رو نمیدونم طبیعتا،
ولی نکتهش اینه که داره به سمت پرفکشنیسم میره، یعنی اینجوریه که تو بهش بگی که من کارم اینه، شغلم اینه و اون بهترین لوگوی ممکن رو به تو تحویل بده. سوال من از تو که خودت هم مدت‌ها کار کردی اینه که آیا کارفرما همیشه بهترین چیز ممکن رو میپسنده؟ خیلی وقتا اصلا یه چیز بعدی دوست داره. و دیدی که ما چقدر چالش داریم که به کارفرما بتونیم متوجهش کنیم یا قانعش کنیم که این چیزی که تو دوست داری چیز جالبی نیست. بیا مثلا این خوبه رو برای این که مثلا این که ببین ویژگیاش اینو میگم نه من همون دوست و ربات این قابلیت رو نداره که بیاد مشابه هر چی بهش بگه همونو بهت میده. دقیقاً. اصلا به این فکر نمی‌کنه که به درد میخوره نمیخوره چیه قضیه. آره. حالا اصلا آیندهش هم قابل پیش بینی نیست، هم در واسه منی که نشستم وسط خاورمیانه اصلا از لبه‌های تکنولوژی دورم. همین الان برای استفاده کردن از چت جی پی تی پلاس به زحمت میافتم بابت اون ماهانه $20 که ممکنه برای همه جای دنیا یک رقم دار چیزی شاید ماهی 20,000 تومان. آره مثلا آره من خاورمیانه‌ای که نشستم اینجا رو اصلا منو چه به این حرفا زدن یا پیش بینی کردن، منو چه به آینده اینو ترسیم کردن توی ذهنم. ولی در این حال با همه اینها نمیدونم که آیا میتونه یک روزی حتی به سلیقه کارفرما کار بد تولید کنه؟ آیا میتونه براش بذاره جلوش در ثانیه بگه این بهترین کاریه که تو میتونی داشته باشی و این سلیقه گند توه، حالا هر کدوم میخوای برای مثلا آیا میتونه در آینده این کار بکنه یا نه؟ اگه میتونه طبیعتاً آره، چرا که نه؟ چرا ازش فرار کنیم؟ من طراح هویت بصری ممکنه به لحاظ درآمدی قطعاً یکم نگران باشم. من شاید بتونم یک در آینده با دید هنری و بصری که دارم اپراتور خوبی برای هوش مصنوعی بشم. این رو مثلا میتونم از الان به فکرش باشم یواش یواش. اگر هوش مصنوعی تا اون موقعی که ما داریم فکر می‌کنیم که شاید مثلا 5-6 سال باشه، شاید 50 سال دیگه باشه، همون چیزی باشه که ما توی سایتش می‌بینیم یا تبدیل به یک موجودی نشه که میاد بین ما راه میره و خودش قدرت تفکر داره و اصلا حقوقی داشته باشه. شاید اینجوری باشه که بیاد بگه آقا بیاید از من لوگو بگیرید میذارم اینقدر واسه مثل یک موجود با ما همینجوری رفتار کنه. اونم همون الان اپتیموس تسلا ایلان ماسک الان تقریبا داره یک جوری خیلی وحشتناک بهش ازش بخوای میرقصه، کیف تو برات میاره، پشت سرت میاد، چایی برات میاره، یعنی داره به سمت سرویس های بدوی میره و قطعاً این موجود میتونه در آینده بدون اینکه تو کار سختی داشته باشی یا پرامپت عجیب و پیچیده‌ای بخوای بهش بدی. اتفاقاً یک بازی هست تو PS5 بود کنم که از پلتفرم توی بقیه پلتفرم هم هست، اسمش رو یادم نمیاد ولی من بازی کردم و خیلی جذاب بود. یه دقیقه سرچش کنم اینم خالی از لطف نیست. من واقعا از این بازی لذت بردم. یعنی یه بازیه که زنجیره از احتمالات رو شما باید در نظر بگیرید. دیترویت اگه اشتباه نکنم. آره دیترویت. داستان زمانیه که یه سری از ربات‌ها هستن، حالا اسپویلر آلرت هم میدیم که کسی میخواد بازی کنه مشکل بیشتر. داستان یک پسریه که واسه پیرمردی کار میکنه، پیرمرده باش مثل پسرش رفتار میکنه و نقاشی میکشه پیرمرده. یه روزی که خیلی جالبه، یه روزی این پیرمرد بهش میگه که این نقاشی رو بکش. میگه نه من واسه این برنامه‌ریزی نشدم. میگه فقط بکش. یه تصویری میکشه و پیرمرده میگه این یک شکل بی‌نقص از اون چیزی که من گفتم بکشید، ولی من بهت گفتم نقاشی بکش، من نگفتم یک کپی به من تحویل بده. نقاشی رو وقتی میکشی که تخیلات خودت رو ماتش کنی و واقعا میکشه و خیلی جالبه که این قدرت رو داشت که این اتفاق رو رقم بزنه، تخیل کنه تخیل کنه و بکشه. حالا به یک واسطه این داستان میره جلو و اینا از خودشون شورش میکنن و میگن ما احساس داریم با ما بد رفتار نکنید و اینا. این داستانه که من مطمئنم 4 روز دیگه حامی و رباتامو داریم. به قرآن مطمئنم.
و این واسه ممکنه سندی در سند مثل حقوق بشر که الان هست واقعا مثلا تأسیس بشه و یک مرجعی سند حقوق ربات‌ها رو وعدهشون نکنید بزنیدشون تو شارژ به موقع شارژش باتریشون رو عوض کنید. آره واقعا من اصلا نمیخوام، یعنی مثلا روی کردم این نیست که بگم وای نترسید مثلا ما عوضش ما اینجوریم عوضش ما اونطوریم و اینها. من مثلا متوجه بترسید و اصلا آیا ترسش معنا داره برامون وقتی کاریش نمیشه کرد؟ آره مثلا ببین یه موقع هست تو داری به این فکر میکنی که دور از جون مثلا یک سرطانی در بدن آدم داره پیشرفت میکنه و همه گفتن که دیگه کارش نمیتونی بکنی دیگه، مثلا یه 6 ماه وقت داری، اون 6 ماه رو مثلا ببین چجوری میتونی بگذرونی. خیلی مثال سری دارم میزنم ولی آره دیگه همینه دیگه. مثلا تو بهتون میگی که ببین هیچ کارش نمیتونی بکنی، آیا تو اون لحظه شروع میکنی به ترسیدن؟ نه دیگه. یا سعی میکنی بگی خب اوکی دیگه 6 ماه وقت دارم دیگه. طبیعتاً استرس هایی از کارهای عقب مونده، حسرت های که داری میخوری از کارهای نکرده، همه اینها هست. نمیخوام کلا هم دیدن کنم این کارش کنم، ولی به هر حال منطق اینه که توی اون زمان شروع کنی به این که بهترین کار انجام دادن چیه. برم حالا مسافرت برم. طبیعتش اینه که اگر رباتی میاد که شغل من رو ازم بگیره، طبیعتاً در آینده ربات‌هایی هم میان که شغل خیلی دیگه هم داره ازشون میگیره به این واسطه. یعنی اگر کارفرمای من برای لوگو زدن من دیگه به من رجوع نمیکنه و کارش رو به مشخصی انجام میده، طبیعتاً کار اون آدم هم در زندگی من توسط یک رباتی انجام میشه دیگه در آینده. مثلا چه میدونم مثلا چی بگم، مثلا نجاره و من برای نجاریش فروش از من میخواسته، حالا من برای محصولات چوبی مثلا رباتم داره نشسته توی حیاط پشتی خونم داره چوبا رو بارش میده، تق میزنه، بهش میگم این کمد اینجوری بخوام برام میزنه. یعنی تهش مثلا داریم اینجوری میگیم دیگه، میگم که اوکی شاید درآمد من داره ازم گرفته میشه، از اون طرف مخارج من داره کم میشه بابت این پیشرفت. آره. من مدل خودم همیشه اینجوریه تو زندگی. میگم مثلا روزی قبل مرگ نخونیم دیگه، بریم ببینیم چی میشه و چی کار میتونیم بکنیم و چه پیشرفتی میکنه و ما چجوری میتونیم حالا گلیمی رو از آب بکشیم بیرون. طبیعتا یک سری تلاطم داره و هر روزش هم داره، ولی من پیشنهاد میدم که به جای که بترسیم لذت ببریم از این مسیر. داریم میریم جلو دیگه. مثلا یه روزی بله ممکنه درآمد من قطع بشه. خب آیا من واقعا دیگه عرضه هیچ کاری رو برای درآمدزایی ندارم؟ خب دارم دیگه. یعنی باز از یک کاری بعد شروع میکنم. گفتم به دیگه یه روزی مثلا این داستانا بشه دوتایی ما هم می‌تونیم تعویض‌رانی میزنیم مثلا. حالا باز انقدر تعویض‌رانی می‌کنیم تا یه روزی یه رباتی بیاد که ببینم تعویض‌رانی کنیم کار دیگه رو بکنیم باز. ولی خب مسئله اینه که اصلا ترس چه جایی داره؟ میگم اون مثالی که شما زدید، آدم حالا تا یک جایی حسرت میخوره میگه وای فلان. آدمی که مثلا تیر خورده تو قلبش مثلا 2 ثانیه 3 ثانیه مثلا درد و ترس دیگه بعدش میپذیره دیگه، تموم شد دیگه. بعدش میره وارد مرحله پذیرفتن میشه و خودش رو به این مسیر میده که بره جلو. ما هم همینیم، چون طبق چیزایی که من شنیدم هوش مصنوعی جلوشو نمیشه گرفت، چون یه داستانی رو شما اومدی یه دیتابیس بهش دادی گفتی برو جلو، الان که یه دکمه قرمز نداره مثلا برق بکشیش برای ریشه در مونده دیگه داخل اینترنت. حالا این مسئله پیش اومده که اگه یه کشوری هم بخواد متوقف کنه و ممنوع کنتش، آمریکا نکنه چین میره سراغش، چین نکنه روسیه میره سراغش. پس اینا طبیعتاً انجام میدن به موازات هم دیگه که این اگه یه دونه هوش مصنوعی خطرناک زد من یه دونه داشته باشم جلوی اونو بگیره. پس این چیزیه که در هر صورت داره پیش میره و در هر صورت چه ما بخوایم چه نخوایم چه بد چه خوب اتفاق میفته و ما همینجوری ببینیم چی میشه دیگه. آره این ببینیم چی میشه اتفاقا نظرم بهترین راهکاره. این راهکار منفعلانه مثبته.
وایسیم ببینیم چی میشه. ولی غافل نشین ازش. آره غافل که اصلا معنا نداره غافل شدن، مثل نجاریه که چکش رو انکار کنه. یا چکش دیگه ابزار دیگه باید ازش استفاده کنم اونجایی که میشه، اومده که به من کمک کنه. جامعه طراح رو شاید به اشتباه شناخته باشم، ولی توی این مدت 20 خورده سال که دارم طراحی میکنم، نه حالا بخوایم اینجوری نظر بگیریم 10-12 سال 15 سالی که یکم بیشتر توی کامیونیتی هم و دیگه طراحا رو میشناسم و شروع کردم به رفاقت کردن با طراحای مختلف و اینها، جامعه طراحی گرافیک رو یک جامعه قرقرو دیدم. موافقم، واقعا موافقم. ببینید یه روزی مثلا با پیشرفت آسته اینترنت مثلا یک تایی کسب و کاری وجود اومد به نام کافینت. بعد یواش یواش دیگه مثلا 3-4 سال، یعنی از کوتاه عمرتر از مثلا کافینتی من ندیدم واقعا. یه دوره بود که تو هر کوچه‌ای که می‌رفتی یه دونه کافینت بود، مثل سوپرمارکت نیاز بود اصلا که باشه و به سرعت برق و باد اینترنت اومد تو خونه‌ها و اینها اینجوری شد. به نظرم تصمیم عجولانه‌ای بود کافینت زدن. اصلا نه هشتگی براشون درست شد، نه نمی‌دونم دغدغه‌هاشون رو جای کسی شنید اینها و همه آدم‌ها به عنوان یوزر گفتن خب چرا بیام پیش تو دیگه، من اینترنت دارم دیگه، کاری که تو می‌خوای انجام بدی رو انجام میدم باش و جمع کردم و رفتم قبلا همون تبدیل شدم به فتوکپی و آفرین. آره از همون اول هم فتوکپی و اسکن اینا بودن ولی الان دیگه از هر مثلا 50 تا یکیشون باقی مونده که احتمالاً گذر بهتری داشته تو خیابون و اینها دیگه، تو کوچه ها و اینها دیگه به شکل قدیمیش و اینا مرسوم نیست خیلی و یک دونه بزرگش مونده، اونم داره بیشتر کار اسکن انجام میده و نمیدونم برای ما بزرگان ثبت نام یارانه میکنه و چه چیزا از این کارهای خدمات معمولی اینجوری. خیلیشون سی دی فیلم رایت میکنن و نمیدونم رو فلش موزیک میریزن و نمیخوام بگم که نه قربونی شنیدیم نه آیداد و بیدادی کردیم، ما طراحایی که چون بزک دوزک میکنیم حرفامونو و بلدیم دیگه، تو اینستاگرام قشنگ یه پوستری میزنیم تاثیرگذار و اینا، بعد جامعه اینجوری که ما طراحا طفلیا اینا دارن اسکار بیکار میشن و فلان ترند میشه، همه دارن صحبت میکنن. یک کارفرمایی رفتم که بنده خدا اون مدیر مارکتینگ مجموعه داشت با من صحبت میکرد و اول صحبتاش یک شوک بزرگ به من داد از این جنس که من باید با شما منطقی صحبت کنم یا هنری صحبت کنم. من اینجوری بودم که وات مگر هنری صحبت کردن منطقی نیست مثلا، یا اصلا هنری صحبت کردن یعنی چی و اینا اصلا. بعد ازش خواستم گفتم که اگه میشه در مورد تجربه‌ای که داشتی که باعث شده این سوال از من بپرسی بگو. گفت من اغلب اوقات با جامعه طراح وقتی صحبت میکنم سریع بهشون برق میخوره، سریع ناراحت میشن، اگر یه حرفی میخوام بزنم باید کادو پیچش کنم، زربرقش کنم، 1000 تا مقدمه یه جیگول میگوله مثلا خوشگل گوگلی قبلش حرف بدم در توصیف و جنات و علم و دانش اون طراح که بعد بهش بگم ببین حالا اینجا کار تو من دوست ندارم یا مثلا این مناسبه کسب بکنم من نیستی بشین. حالا همونو به مکانیک بگیم چی میگه چشم الان درستش میکنم. حالا دیگه حالا داریم حتما مکانیکی که اونم برو باشه یا مثلا حال نکنه با آدم یه چند. میخوام نمیگم که اصلا از این کلیشه های جمعی میخوام فرار کنن، همه یه طراحا لوس نیستن، همه یه مکانیک ها چشمگو نیستن، ولی متاسفانه ظاهرا نمود ما طراحا در جامعه از وحی که نشده که مثلا به جامعه تزریق کرده باشه که طراحا لوسن. وقتی رفتار لوس داشتیم که الان این یواش یواش یک کلاف چه کلاف شده و تا نباشه چیزی مردم نگویند چیزهایی شده و اینها و همین الان این نمود پیدا کرده دوباره توی همین ناله هایی که برای هوش مصنوعی داریم میکنیم. آقا اصلا اوکی هوش مصنوعی داره میاد صوت دوست داری طراحی لوگو یاد بگیری؟ این دوست نداری؟ برو یاد بگیر. من
نکته اصلی اینه که تو اگر برای پول در آوردن، یعنی با هدف و اولویت اول پول در آوردن، اگر اومدی طراحی لوگو داری یاد میگیری، چند تا شغل دیگه بهت معرفی کنم که 10 برابر طراحی لوگو میتونه درآمدساز باشه و کار اتفاقا خیلی ساده‌تری هم هست، مهارت کمتری هم شاید نیاز باشه. قطعا هست. خیلی به نظر من کار میخوام حفظش نزنم مثلا کار احمقانه‌ای واقعا نمیتونم واژه دیگه براش پیدا کنم که تو بگی او پول تو لوگو زدنه. نه بریم مثلا لوگو بزنیم، بریم یاد بگیم لوگو بزنیم. اتفاقا احساس میکنم با توجه به حالا من در جایگاه نظر دادن راجع به این چیزا نیستم، ولی خب به نظر من این انقدر سخته به اون لول مستر بودن تو این کار رسیدن و همه چیز رو اینقدر شاخه‌های مختلف داره، خیلی سال پشتشه. من طراح خیلی خوبی ندیدم که موهاش سفید نشده باشه. جدی میگم موضوع واقعا باعث میشه آدم به فکر فرو بره یا در شروع سفید شدن باشه. آره به هر حال این مسیرها هم داره کوتاه میشه دیگه. آره چیزی که الان داریم میبینیم و حتی چیزی که مثلا یه نسل قبل از ما دیده میشد، مثل مثلا نسل ممیز و قباد شیوا و مثلا اونها خب طبیعتا خیلی موهاشون سفیدتر بوده که بهشون میگفتن یه طراح خوب. توی نسل ما مثلا جوگندونیا و اینها مثلا طراح خوبن، و توی نسلی که مثلا من دارم اینا در شرف سفید شدن که طراح خوبی هم میاد همجوری هی داره این پروسه و این مسیر داره هی کوتاه‌تر میشه. چرا؟ چون که دائما داریم از تجربیات قبلی داریم استفاده میکنیم دیگه. آره. این تجربیات ممیز رو شونه‌های مثلا سعید نجف‌آبادی، شاید تجربیات سعید نجف‌آبادی رو شونه‌های منه، تجربیات من رو شونه‌های توه. آخر مثلا اینجوری میری جلو مثلا میبینی که خب آره این مسیر داره هی هموارتر و آسفالت‌تر میشه، خیلی بچه‌ها دارن سریع نتیجه میرسن و کار خوب. ولی من رو به کلامم همینه دیگه، آقا این مسیر بله یک اشغال‌آوری میخواد و یه پولی هم که دستت میذاره. اگه پایه اشغال‌آوریش هستی، اگه این چالش ترجمه کردن بصری حرف‌های کارفرما برات جذابه، بیا این تو ماهر بشی، قطعاً پول هم داره و فرداش رو هیچ کی نمیتونه پیش بینی کنه که آیا همچنان میتونم این کار رو انجام بدم، آیا همچنان توی این شغل هستم نیستم، یا اون کافینتی هم که به جای 2 سال 30-40 سال عمر کردم مثلا و فردا روزی قراره که ازم گرفته بشه، نمیدونم. ولی ترسش رو هم راستش بی‌معنی میدونم. آره واقعا، چون فقط روی کار ما تاثیر نمیذاره. 100%. الان حتی من میتونم بگم ما از پزشک‌ها اینجوری داریم، چون پزشک عموما به جز جراحی کارش اینه که یک سری اطلاعات دریافت میکنه، با توجه به اینا میگه سرماخوردگی، یه سری داروها تشخیص میکنه و این کارو داره میکنه. بله. هوش مصنوعی الان و حتی وکالت و حتی کارهایی که به مشاوره نیاز داره، ولی نمیتونه هنوز اونجوری که باید. مثل همون چالشی که من برگزار کردم، اون لب به کلام چالش من این بود که نترس، نمیتونه. نگاه کن من خودم از خودش دارم بیریف میگیرم، به خودش میگم تو هم لوگو بزن، منم میزنم و از خودش میپرسم کدوم بهتره، میگه لوگوی تو. و خب این یعنی که هنوز به اون لول نرسیده. بله. و ترس این که در آینده اون لول برسه هم بی‌معنیه نظرم. آینده رو اصلا از کجا معلوم تو اون آینده ما زنده باشیم؟ آره اینم خیلی عجیبه. دور از جون نه واقعیتی ببین مثلا توی ایام کرونا من خب یه بار تو قشنگ تاچ کردم، خیلی برگشتم کرونا افتضاح بود واقعا. خب به همین سادگی الان تو یه جوش بزن که این قراره مثلا 3 سال دیگه 5 سال دیگه من اینو میفهمم چون کشیدم و به اندازه شما رو یهان درگیر نشد، ولی رسما یه بیماری بود که صبح دیدم از جام نمیتونم بلند شم، یعنی واقعا اینجوری بودم که شوخی نمیکنم، نمیتونم باشم. این موجود ضعیف، نحیف، ناتوان، حالا یه روزی یه چیزی هم میاد شغلش ازش اونم یه لگدی بود. واقعا همینه دیگه. آره من موافقم که
به عنوان ابزار دوستش داشته باشیم و اگر به عنوان یک ابزار عملی‌گرایی یک روز هم واقعا جامعه گرفت استفاده کنیم، چون درست لوگو بهتر انجام. در این من که نمیتونم آرزو کنم که آدم‌ها کارشون سخت‌تر بشه که من از نون خوردن نیفتم. خب اگه گوش مصنوعی بتونه لوگوی خوب بزنه کار همه آدم‌ها راحت میشه دیگه. آره من اگه بخوام خیلی اصلا نایس باشم میگم که نه اوکی به درآمد من اولویت داره اینکه آدم‌ها واقعا همه کارشون راحت بشه. هر کی استارتاپی زد یه چیزی زد سریع به درخواستی به بهترین امید ممکن برسه. اصلا میخوام جامع‌تر نگاه کنیم، کجا معلوم در آینده لوگو نیاز باشه. مثلا شاید یه سری شرکت‌ها اومدن کل مثلا بهداشت جهانی شد یک دونه شرکت با یه دونه لوگوی به اضافه مثلا چیزا مثلا آجار، اصلا همه چی به این سمت مینیمالیسم رفت و اصلا هیچکی دیگه اصلا به لوگو به شکل لوگو نگاه نکنه، برگردیم به نماد، یک نماد می‌ذاریم روی کار آیکون استفاده کنیم. شاید واقعا به اون سمت بره. آره واقعا که آینده چقدر قابل پیش بینیه واقعیتش اینه که صفر. پس نباید بترسیم. نمیگم نباید بترسیم، عاقلانه تر اینه که نترسیم. بلکه از این فرصت اندکی که تو این شغل هستیم بهره کافی رو ببریم و شاید بتونیم جمع کنیم برای یک مهارت بعدی یا یک حداقل یک مسافرتی که اون روزی که از کار می‌کنیم حداقل یک مسافرتی بریم بهش بکنیم. همین استفاده. فکر می‌کنم یکی از شغلایی که واقعا لذتش بیشتر از درآمدشه. موافقم. جدیداً موافقم. آره. هر کارفرمایی که برام میاد اون استرس شب قبل پرزنتیشن رو انقدر دوست دارمش، یعنی مازوخیسم ها، یعنی پینم پلژر که تو یک زخمی داری به خودت میزنی که دوستش داری، ولی واقعا اینجوریه. یعنی من اون شب قبل پرزنتیشن که دارم به این فکر میکنم که یعنی کدوم میپسنده، اگه اونو بپسنده خیلی خره مثلا کاش اونو برداره یکی رو برداره. احساس کنم ما طراحا که میریم تو این شو، حالا شما این سالها داری کار میکنی و باز این استرس رو داری قبل پرزنت. من هم که دیروز شما دیدید قبل پرزنت اینجوری چیکار کنم، وای مثلا یک ترس عدم تایید داریم داخل این موقعیت که اصلا دوست داریم هی دوست داریم تاییدمون کنن، هی دوست داریم بگن درسته تحسین کنن، اگه به عجب لوگویی مثلا احساس میکنم اینه که طراح موفق میکنه. اون کسی که به شکل من اصطلاحاً حالا شاید درست نباشه ولی به یه سری از این انسان‌ها میگم لوگو فروش. فرق لوگو فروش و طراح تو این میبینم اون طراح دوست داره تحسین شه، دوست داره خوب باشه، تایید کنه، کارفرما همه بگن خوبه. من خودم لوگو میزنم واسه عالم نگاه کن چیکار کردم مثلا. همین احساس می‌کنم. آره یه کودک درونی که یک نقاشی کشیده و با ذوق و شوق به باباش نشون میده بابا نقاشی کشیده. حالا مثلا باباها میشه مثلا یک جامعه بزرگ و یک کارفرما. آره تو کلی هممون علاقه‌مند هستیم قویاً که تحسین بشویم، ولی این که اولویت ذهنی آدم اون تحسین برانگیز بودنش باشه یا پولی که داره در میاره باشه، این داره یه خورده توش تغییر میده که اونی که به قول تو لوگو فروشه قطعاً از الان بره شغلش رو عوض کنه و یه کاری بکنه که شاید دورتر باشه تو ذهن آدم که اوشناسی یه روزی اون رو انجام بده. مثل شاید مثلا آشپزی کردن که گفتم. آره. آشپزخونه بزنه مثلا حلیم بده دست مردم سوپ بفروشه مثلا. اتفاقا خیلی هم درآمد خیلی خوبی هم داره. آره کافی شاپ بزنه نمیدونم یه هر چیزی حلیمون نمک شکر آخه حتما واقعا باور نمیشه. آدم عاقل به گوش نمک میزنه نه شکر. حلیم پروداکت گوشتیه. من کاملا حرف شما رو از لحاظ منطقی بررسی کردم و میگم کاملا حق شماست، ولی وقتی یک جامعه عادت کرده به این موضوع مثل تایلندی‌ها که مرغ مثلا با شکر می‌خورن، اصلا نمیتونم بپذیرم. با اینکه میدونم منطقیش نمکه ولی نمیتونم بپذیرم با نمک بخورم. و جامعه زمانی درست میشه که آدم‌ها کار درست بکنن نه کاری که بهش عادت دارن.